سلام به شما عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من علی جمشیدی ام. اینجا اتاق خبر آسیا بیزنس دبی. پر واضحه که این روزها اوضاع ایران از لحاظ سیاسی، اجتماعی و مخصوصا اقتصادی اوضاع استیبل و خوبی نیست. به خاطر نوسانات قیمت ارز، نوسان که چه عرض کنم، فقط داره به سمت بالا میاد، چون نوسان یه چیزیه که گاهی اوقات بالا میره گاهی اوقات پایین میاد، ولی ما فقط تمام ارقاممون هی صعودی بوده. کسبه بازار، اهالی کسب و کار، صاحبان شرکت‌ها و برندهای مختلف با مشکلات مالی جدی مواجه شدن. یک قشر زیادی از مردم برای معیشتشون دچار مشکل هستند و این نارضایتی‌های زیادی رو به بار آورده. ما سعی می‌کنیم خبرهای امروزمون پیرامون این موضوعات باشه. منتها میدونید که ما رسانه سیاسی نیستیم، بلد نیستیم از نظر سیاسی به این موضوعات نگاه بکنیم یا بپردازیم. رسانه ما یک رسانه اقتصادی است و سعی می‌کنیم این موضوعات رو از نگاه خودمون یعنی اقتصاد بررسی بکنیم، تحلیل بکنیم و خدمت شما عزیزان ارائه بدیم. امروز که این برنامه رو برای شما ضبط می‌کنیم، شماره جدید مجله تجارت آسیای دبی چاپ شده. این مجله خب میدونید محصولی است از روزنامه آسیا که 25 سال قدمت چاپ داره و خودش هم حدود 8-9 ساله که داره چاپ میشه. نزدیک 2 سال هم هستش که ما تجارت آسیا یا آسیا بیزنس رو تو کشور امارات ثبت کردیم و به صورت مولتی مدیا داره فعالیتاش رو ادامه میده. مولتی مدیا یعنی این که ما هم مجله کاغذی داریم، هم سایت داریم، هم تو سوشال مدیا هستیم و هم روی پلتفرم های دیگه. این شماره مجله رو که ملاحظه می‌کنید، مطالبمون مطالب بسیار خوبی است. به شما بگم که چطوری داره شروع میشه مجله. اولا که مجله رو با مقاله از آقای محسن بهشتی که یکی از کارآفرین‌های سرشناس در حوزه طلا هستند در مارکت طلای ایران شروع کردیم که نوشتن آینده از آن کسانی است که از امروز آن را می‌سازند. یک مطلب تحلیلی بسیار مهم و بسیار جالب داریم از دکتر علیرضا سفیدپور که راجع به بدهی‌های آمریکا نوشتن و اینکه با این وضع فعلی احتمالاً نقشه جهان داره تغییر میکنه. در مورد اکوسیستم طلا و جواهر مطالبی داشتیم. یک مطلب خیلی خوبی داریم راجع به کارآفرینی در نقطه صفر. اتفاقاً این روزها که اقتصاد ایران با مشکلات و چالش‌های زیادی روبروست، این مطلب میتونه خیلی الهام بخش باشه برای شما عزیزان که چطور میشه در زمان بحران در نقطه صفر یک بیزینس رو راه اندازی کرد و اون رو توسعه داد. ما معتقدیم که میشه و اتفاقاً بحران‌ها بستری هستند برای پیدایش استعدادها و بیزینس‌های جدید. یک مطلب خیلی خوب داریم راجع به نقش مدیر عامل در فروپاشی یا نجات یک تیم. مطلبی رو نوشتیم راجع به اینکه فروش سنتی تمام شد و حالا دیگه فروش بر پاشنه دیتابیس هاست. خیلی مطالب این شماره همون مطالب فوق‌العاده‌ایه. شما عزیزان میتونید روی وبسایت asiabusiness.ae نسخه دیجیتال ما رو با کیفیت بالا ورق بزنید و بخونید. ترندهای بزرگ مدیریت رو در خاورمیانه آوردیم، راجع به برند شخصی صحبت کردیم، راجع به بازاریابی که به دست نسل زد داره اداره میشه صحبت کردیم و راجع به کمپین‌های تبلیغاتی صحبت کردیم که الان مدتی است بسیاری از کمپین‌های تبلیغاتی دارن شکست میخورن. متاسفانه ما یک آسیب شناسی کردیم بسیار مختصر که میتونه به شما عزیزان کمک بکنه راجع به نقش نمایشگاه‌ها و الی آخر. و البته ویژه‌نامه‌ای رو ما هر ماه منتشر میکنیم با عنوان ویژه‌نامه دیدار که یک ویژه‌نامه تخصصی است با محوریت طلا و جواهر، اما لایف استایل یعنی مد و فشن و همه اینها هم توی این ویژه‌نامه شما خواهید دید. این مجله به زبان فارسی انگلیسی منتشر شده و توی تهران، دبی، یه سری از شهرهای مهم مثل لندن و پاریس و تورنتو نسخه فیزیکیش رفته و به صورت دیجیتال هم که در دسترس همه عزیزان هست. اتاق خبر امروز رو شروع می‌کنیم با خبری که ندا برای ما میخونه.
علی، خبرهای امروز من در مورد ارز هست. اولین خبر امروز در مورد تک‌نرخی شدن ارز که طبق تغییرات اعمال شده در سایت مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی دیگه خبری از قیمت ارز در تالارهای اول و دوم نیست و فقط نرخ ارز حواله و اسکناس قابل مشاهده است تا به این ترتیب قیمت ارز در کشور رسما تک‌نرخی بشه. از این به بعد هم بازرگانان و وارد کنندگان فقط میتونن دلار رو با نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی خریداری بکنن. در مورد قیمت روغن هم مثل اینکه خبرهای جدیدی داشتیم. بله، خبر دوم امروز هم پس از حذف ارز 28500 تومانی از بعضی از اقلام، از این به بعد نرخ انواع روغن خوراکی به 112500 تومان افزایش پیدا کرده و این باعث میشه که این قیمت روغن‌های خوراکی افزایش چشمگیری داشته باشه. خبر آخرمون هم اینه که وزیر اقتصاد و دارایی گفته ارز 28500 تومانی یا همون ارز دولتی فقط به دارو و گندم تخصیص پیدا میکنه. خب خیلی جالبه الان که تو راجع به تصمیمات جدید بانک مرکزی گفتی. بعد از اینکه آقای فرزین رو برداشتن از بانک مرکزی، رئیس جمهور یه تصمیم عجیب گرفته و ایشون رو کرده مشاور اقتصادی خودش و جالبه مثلا در تمام دنیا قفل این موضوع. چطور میشه یه نفر با یه همچین کارنامه‌ای پر از اشتباه، پر از خطا، با این دستاوردهای وحشتناک که این همه صدمه زده به کشور، از اونجا برش میدارن و حالا میاد میشه دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی. دقیقاً همینطوره. خب خبر بعدیمون رو ادامه بدیم با سجاد. خب سجاد به ما بگو تو این روزها چه خبری خیلی شاخص بوده؟ خب آقای دکتر، باید در تکمیل حرفای ندا جان بگم که ارز ترجیحی امروز صبح توسط بانک مرکزی حذف شد. خب ارزی که اومده بود شرایط اقتصادی مردم رو بهتر کنه و باعث بشه که مردم بتونن با قیمت مناسب‌تری کالا رو تهیه کنن، امروز باعث شده که تورم افزایش پیدا بکنه، قیمت دلار بسیار بالا بره و این تالرنس عجیب رو در اقتصاد ما ایجاد بکنه. خب ما میدونیم که ارز ترجیحی عمدتاً در اقتصاد باعث ایجاد تورم میشه و خب این عللش عمدتاً به دلیل رانتی بودن این ارزه. خب طبیعتاً وقتی قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکنه، در ادامه این منجر به رکود اقتصادی میشه. اینجا جالبه که این نکته رو بهتون بگم آقای دکتر، مجلس برای اینکه جلوگیری بکنه از این مسئله اومده کالابرگ رو در نظر گرفته برای مردم. خب این کالابرگ ها اگر که به درستی سیاستش اجرا بشه میتونه خوب باشه، میتونه فیسکال پرشر رو در اقتصاد کاهش بده، میتونه باعث کاهش شوک تورمی بشه و در ادامه از اون رکود تورمی جلوگیری بکنه. یه خبر دیگه که دارم اینه که در میدان پارس جنوبی تولید گاز برای اولین بار در تاریخ ایران رکورد شکست. 725 میلیون متر مکعب تولید گاز ما داشتیم و این در ادامه میتونه برای کشور به صورت اقتصادی خیلی خوب باشه، درآمدهای ناپایدار کشور رو افزایش بده و تو این شرایط اقتصادی حال حاضر بتونه به کمک دولت بیاد. خیلی ازت ممنونم سجاد. امیرحسین، راجع به ونزوئلا و دستگیری رئیس جمهورش و این اتفاقی که افتادم یه مقدار به ما توضیح بده از لحاظ اقتصادی چه اتفاقی میفته با توجه به ذخایر نفتی که ونزوئلا داره. همونطور که خودتون اشاره کردین بیشترین ذخایر نفتی تو کل دنیا رو عملاً ونزوئلا داره، ولی خب بهره وریشون از این ذخایر بسیار پایین بود. حالا آمریکا احتمالاً یکی از اهدافش بعد از اینکه سخنرانی داشتش حالا دونالد ترامپ میتونه این باشه که بیاد و اون تسلط خودش رو روی نفت ونزوئلا اعمال بکنه، به این صورت که اینها یک برنامه 5 ساله‌ای رو دارن تدوین میکنن و به این ترتیب میخوان که عملاً یه سرمایه‌گذاری بلند مدتی داشته باشن تا بتونن اعمال نفوذ بکنن. تقریباً اون چیزایی که من تو اخبار خوندم وقتی که داشتم دنبال میکردم، شرایط به گونه‌ای هستش که آمریکا در 2 جنگ بسیار مهم با چین قرار گرفته. یکی جنگ عملاً انرژی هستش و 2 جنگ تکنولوژی. انگاری که داره برتری خودش رو تو جنگ انرژی به دست میاره. جنگ انرژی میتونه یکی از معیارهای مهمش غالبا نفت باشه و خب چه کشوری بهتر از ونزوئلا که بیشترین ذخایر نفت دنیا رو داره. آره، و این جنگ فقط با چین نیست، یعنی به نظر میاد که آمریکا میخواد وابستگیشو به خاورمیانه کم بکنه. دقیقاً میتونه اون نبض بازار رو در اختیار بگیره و از اون عملاً افزایش ناگهانی قیمت‌ها جلوگیری بکنه و میتونه عملاً نقشه‌های خودش رو پرریزتر اعمال بکنه. ونزوئلا چه نقشی داشت توی پولشویی‌هایی که توی دنیا اتفاق میافتاد؟ خب یکی از حلقه‌های بسیار مهم بود. ما عملاً چند تا کشور رو معتقدیم که خیلی اینها حلقه‌های مهمی تو پولشویی دنیا هستن. یکیش کلمبیا، یکیش چین و یکیش هم ونزوئلا که تو همون مبحث تراکنش‌های آینه‌ای اینها با هم دیگه عملاً یه جوری پاسکاری مالی میکنن و وزارت خزانه‌داری کشورهای مختلف و از جمله مهمترینش وزارت خزانه‌داری آمریکا رو دور میزنن. برآورد وزارت خزانه‌داری آمریکا 140 میلیارد دلار سالیانه عملاً پولشویی بوده. خیلی ازت ممنونم امیرحسین. مرسی.
خب بریم سراغ سبا. سبا به ما بگو چه خبر؟ این هفته چی میخوای برامون بگی؟ امروز که خیلی راستش حوصله ندارم راجع به جواهرات صحبت کنم، راجع به طلا صحبت میکنم. قیمت جهانی طلا و قیمت طلا داخل ایران که رو به افزایشه، حالا این یه موضوع جداست، ولی چیزی که این چند وقته نظر منو خیلی جلب کرده اینه که کاربری طلا توی ایران تغییر کرده. یعنی به خاطر تورم وحشتناکی که داریم دیگه طلا یک کالای زینتی نیست که وسیله شده واسه سرمایه گذاری. دقیقاً، که خانم ها یا بعضن آقایون برای استفاده های زیبایی ازش استفاده کنن و بخرنش. تبدیل شده به یک دارایی که برای اینکه ارزش پولشون پایین تر نیاد میخرنش. یعنی درصد خرید زیورالات اومده پایین و طلای خام و سکه رفته بالا میزان خریدش توی چند وقت اخیر، که خب دلیلش هم خودتون بهتر از من میدونین تورم خیلی زیادیه که داریم. همونطور که ما توی مجله هم نوشتیم و ما معتقدیم که سرمایه گذاری تو بخش طلا الان میتونه یک سرمایه گذاری امن و مطمئن باشه. دقیقاً کسانی که دنبال سود کوتاه مدت نیستن و نگاه بلند مدت دارن، همچنان طلا بهترین گزینه است. خیلی ازت ممنونم ممنون از شما. رضا چه خبر؟ من خبر آتش‌سوزی کارخانه کالر دارم که گفته میشه 1/3 لبنیات کشور رو تامین میکنه. حواشی زیادی پیرامون این خبر بوده، ولی ما چون مطمئن نیستیم بهش اشاره نمی‌کنیم. اما موضوعی که هست اینه که قطعاً افزایش قیمت لبنیات رو پیش رو داریم. رضا مرسی از تو. خب بریم ببینیم که توی نمایشگاه‌ها چه خبر بوده. با مینو برنامه رو ادامه بدیم. خب مینو، تو هفته‌ای که گذشت نمایشگاه چی داشتیم توی تهران؟ این هفته ایران میزبان چند تا رویداد مهم بود و به نظر من جذاب‌تریناش میرسه به نمایشگاه پوشاک و مد و نمایشگاه عینک تاپکس. جالبه بدونید که نمایشگاه‌هایی که الان اسم بردم جزو شلوغ‌ترین نمایشگاه‌های این هفته بوده و جدا از حالا خرده فروش ها و تولید کننده ها، مردم عادی هم حضور داشتن برای اینکه بتونن از این نمایشگاه ها بازدید داشتن. آره معمولا پوشاک و عینک جذابه برای مردم عادی، پس استقبال خوب بود. استقبال بالا بود و یکی از نکاتی که خیلی توجه همو جلب کرد این بود که نمایشگاه پوشاک دیگه فقط یه جایی برای معرفی محصولات جدید نبود. انگار که خود تولید کننده ها دارن به سمت بازار بین المللی میرن و دوست دارن که خودشونو با استانداردهای جهانی هماهنگ بکنن. این خیلی جذاب. مرسی. یه گزارش هم گرفتین، بریم تماشا کنیم. بله حتما. مرسی هست. شلوغ‌ترین نمایشگاه تهران اینجاست، نمایشگاه پوشاک. اینجا نمایشگاه بین المللی پوشاکه، جایی که برندهای نوظهور، تولید کنندگان داخلی و جدیدترین ترندها دور هم دیگه جمع شدن و میخوان یه آینده ای از این صنعت رو به همه نشون بدن. ما اومدیم ببینیم حال و هوای این صنعت چجوریه. نظرتون چی بوده در رابطه با نمایشگاه امسال؟ ببین نمایشگاه نسبت به سالهای قبل خیلی ضعیف‌تر شده، هم از نظر لوکیشن هم از نظر دیزاین و محصولاتی که دارن ارائه میدن، کارهایی که هست. من برندهای قوی رو خیلی ندیدم به جز چند تا دونه محدود. خب سالهای قبل کیفیت خیلی بالاتر بوده، خیلی بهتر بوده. امیدوارم که بهتر بشه. قیمت‌ها نسبت به کیفیت‌ها امسال چطور بوده؟ قیمت‌ها تقریبا مناسب بوده با توجه به وضعیت بازار الان و گرونی پارچه و دلار و شرایط مملکت نسبتاً خوبه. آینده این صنعت آینده خوبی هست به شرطی که حمایت بشه. عینک یه وسیله فقط برای دیدن نیستش، بلکه ترکیبی از سلامت، تکنولوژی، مد و استایله. امروز تو نمایشگاه عینک تاپکس هستیم، جایی که درباره آینده این صنعت و بازار حرفه‌ای عینک قرار تصمیم گیری بشه. همراه ما باشید. بزرگترین چالشی که توی این سالهای اخیر داشتین چی بوده؟ توی سالهای اخیر مردم بیشتر به ظاهر عینک ها توجه می‌کردن، ولی خدا رو شکر یک ساله که مبحث عینک خیلی تخصصی تر و علمی تر شده و مردم الان بیشتر دنبال کیفیت و متریال و نگاه علمیش هستن. این که میگن عینک و عدسی روی سردرد و خستگی چشم تاثیر میذاره، آیا واقعیه یا نه؟
100% میتونه تاثیرگذار باشه و به نوعی حالا توی گویش محاوره‌ای چشم سلطان بدن معرفی میکنن. یکی از چیزهایی که برای من خیلی عجیبه اینه که اکثر برندها میان نمایشگاه برای دیده شدن، ولی از این دیده شدن انگار میترسن، یعنی نه میخوان گزارشی تهیه بکنن نه عکس و ویدیویی بگیرن. خب اگر دوست نداری که دیده بشی چرا میای تو نمایشگاه آقا و خانم غرفه‌دار؟ نگین شما به ما بگو که از دنیای تولید محتوا چه خبر؟ خبر مطرح این روزا توی اینستاگرام اینه که به مردم احترام بذارید. پست نذارین، استوری نذارین، فروش انجام ندین، تبلیغات انجام ندین که این کسب و کارها واقعا من نمیدونم که چجوری میخوان درآمد داشته باشن. اگه این کسب و کارها فعالیت اینستاگرامیشون رو نداشته باشن در واقع فروششون صفر، درآمد صفر، تعدیل نیرو دارن و تعطیلی کامل رو دارن. و به نظر من بخشی از مردم دارن سختگیری میکنن، چون تنها راهی که این کسب و کارها برای درآمدشون دارن همین اینستاگرامه. درسته. عده‌ای از مردم تو این شرایط معتقدن که باید دست از کار بکشن و این نشانه یک اعتراض عمومی است. عده دیگه هم معتقدن وقتی که شرایط اقتصادی سخته ماها خودمون دیگه به همدیگه صدمه نزنیم. یعنی همینطوری که قیمت ارز داره میره بالا، معیشت سخت شده، بیکاری و بیپولی داره بیداد میکنه، حالا ما خودمونم بیایم به همدیگه صدمه بزنیم، به نظر من کار درستی نیست. یعنی باید اجازه بدیم آنلاین شاپ ها کارشون رو انجام بدن. خب طبیعیه که یه سری محتواها رو تو این شرایط جوی روانی نباید انجام داد. مثلا نمیدونم تو این شرایط رستوران رفتن و مهمونی گذاشتن و خیلی چیزهای دیگه واقعا اون احساسات عمومی رو جریحه دار میکنه و مردم همه باید رعایت بکنن. اما اینکه هیچ کسی هیچ کاری دیگه توی اینستاگرام و سوشال مدیا انجام نده منطقی نیست، چون کارمنده داره سر کارش میره، مغازه داره میره مغازش رو باز میکنه و اون کسی که کارش تو اینستاگرامه چه گناهی کرده که الان باید بیکار بشه، بی پول بشه، کلی تعهد داره، کلی پرسنل داره و به نظرم این کار خوبی نیست و ما باید به مردم بگیم که در شرایط سخت از همدیگه مراقبت بکنن، نه اینکه بیایم همدیگه رو قضاوت بکنیم. خیلیا تو این روزها همدیگه رو متهم میکنن. امیدوارم که این اتفاق نیفته. اون کسایی که کارشون در واقع تو سوشال مدیاست بتونن امورات و زندگی و معیشتشون رو اداره بکنن. خیلی ازت ممنونم. خواهش میکنم. محمد چه خبر از دنیای تکنولوژی؟ علی جان عرض کنم خدمت که در دنیای تکنولوژی هوش مصنوعی همونجوری که قبلا گوگل یه هیاهوی عجیبی به پا کرده بود، انویدیا هم اومده یک اتک نشون داده به شرکت گوگل و اومده از چیپ های بلکول داره استفاده میکنه که هزینه تولید رو داره کاهش میده، برخلاف اینکه همه هزینه ها داشت افزایش پیدا میکرد، هزینه تولید رو داره به شدت کاهش میده و به علاوه اینکه این تراشه‌ها دارن تکنولوژی استفاده میکنن که سرعت عمل بسیار بالاتری دارن. این تراشه‌ها داره تو شرکت‌های اوپن ای آی و آنتروپیک که شرکت ارائه دهنده هوش مصنوعی کلاد هست، حالا ایرانی‌ها شاید خیلی باهاش کار نکردن ولی مدل سانتش و مدل اوپوسش به شدت بین برنامه‌نویسا داره گسترش پیدا میکنه. خبر دوممون این هستش که دانشمندای AI دارن از حالت استدلالی AI استفاده میکنن که جهان هوش مصنوعی رو یه ذره کنترل محورتر بکنن. یعنی اینکه هوش مصنوعی با استفاده از اون یادگیری ماشینش یا ML یا همون ماشین لرنینگ، من همه کلماتو میگم که تو ذهن‌ها جا بیفته، استفاده میکنه که توان خرابکاری رو به صورت هوشمندانه از کاربر بگیره. کاربرا میرن ازش میپرسن درباره کارهای خرابکارانه و اینها، هوشمند داره میشه و میفهمه وقتی شما ازش یک چیز خرابکارانه بخوای. این استفاده از یک مدل استدلالگر هستش در هوش مصنوعی که خب دانشمندا دارن ازش استفاده میکنن. یه اتفاق خیلی جالبی هم که افتاده اینه که دولت‌ها دارن از هوش مصنوعی به عنوان یک پلتفرم تصمیم گیر استفاده میکنن و به این شکل هستش که میاد سنجه عمومی میذاره برای خوشه‌بندی افراد تو جامعه و اون روش خوشه‌بندی رو داره به یک شکل کاملا مدون و کاملا علمی
بر مبنای مدل‌های هوش مصنوعی انجام بده. هوش مصنوعی اتفاقا رو دیتاهای بسیار بزرگ بهتر و جامع‌تر میتونه کار بکنه. این کار باعث میشه جای اینکه تفکر سیستماتیک و تفکر انسان‌ها روی مدل‌ها سوار بشه، هوش مصنوعی کاملا مدون و کاملا هوشمند بر مبنای یک الگوی قابل تغییر و قابل استناد بیاد خوشه‌بندی رو انجام بده و برای مدل‌هایی که دولت‌ها میخوان پیاده سازی کنن برای مردمشون بتونه طرح‌های متنوع و جامع‌تری ارائه بده. مرسی محمد. یه سوالم ازت بپرسم. این روزا خیلی‌ها نگرانن که اینترنت توی ایران ممکنه که هر آن قطع بشه یا ضعیف بشه یا اختلال داشته باشه. راهی پیدا کردیم واسه دور زدن اینترنت؟ ببین ما که اینترنت رو نمیتونیم دور بزنیم مگه اینکه حالا اتصال به استارلینک پیدا بکنیم بتونیم از منبع دیگه اینترنت رو تامین بکنیم. ولی زمانی که اینترنت قطع میشه راههایی وجود داره که ما شبکه موبایلیمون رو به هم وصل بکنیم و افرادی که ممکنه تو خونه هاشون به اینترنت هایی دسترسی داشته باشن بتونن از طریق موبایل ها یک شبکه کوچیکی شکل بدن که اینترنت توزیع بشه. البته یه نکته‌ای وجود داره که این اینترنت دو تا مطلبش رو باید در نظر داشت. یکی اینکه شما اطلاعاتتون داره بین گوشی‌های مختلف توزیع میشه و دوم اینکه این اطلاعاتی که شما دارید میفرستید خیلی باید حجمش کوچیک باشه. شاید در نه حالا یه سوالی دارم. اصلا اینترنت وقتی قطع بشه که برای همه قطع میشه، چطوری میشه که یه نفر داشته باشه بتونه به خودش و همسایه‌هاش یعنی بده؟ دقیقاً اینطوری هستش که خب تو همون شرایط در گذشته اینترنت کلاً قطع میشد. الان مثل گذشته نیستش که اینترنت کامل قطع بشه. بر اساس گزارش نت بلاکس داره اینترنت به صورت متناوب قطع میشه، یعنی یک حالت توالی قطع وصل و یک جاهای اینترنت وصل هست. اونایی که وصل هستن میتونن از طریق یک سری ابزاری که حالا نرم افزاراشو من معرفی میکنم، حتی تو فواصل دور هم میشه، به شرط اینکه در میانه هم یک سری افراد بتونن از این اپلیکیشن رو گوشیشون فقط نصب باشه، نیازی هم نیست باز باشه. این اپلیکیشن در حقیقت میاد کمک میکنه که یک توالی سلولار شکل بگیره، مثل یک شبکه. شما شبکتون چجوری شکل میگیره؟ در جاهای مختلف آنتن‌ها شما رو صدا میکنن و شما بهشون متصل الان مشخصا اپلیکیشن یا ابزاری هست که معرفی بله اپلیکیشنی هستش به اسم بریر، یکی از اپلیکیشن ها هستش و یکی دیگه هم بریجیفای هستش که شما فقط کافیه یک نفر به اون اینترنت وصل بشه. و حالا یه نکته دیگه، اصلا اینترنت وجود نداشته باشه، وقتی شما این شبکتون برقرار باشه و همه چی قطع باشه، شما در بستر امن و کدگذاری شده بازم میتونید به هم پیام بفرستید. دسترسی به نت ندارید ولی میتونید در بستر اون اپلیکیشن ها واسه هم پیام بفرستید، ولی پیامتون به صورت پیامک و تکست مسیج نیست، کاملا تحت اون اپلیکیشن داره ارسال میشه و در حقیقت رمزگذاری شده است. ولی این رو مد نظرتون داشته باشید که اطلاعات مهم و حیاتیتون مثل اطلاعات بانکی و اینا رو داخل اونها انتقال ندید به هم. مرسی از توضیحات خوبت. یه کتابی هم نوشتی اخیراً فریناز، مرسی از تو، فیوژن استراتژی. یه توضیح کوتاهی هم راجع به این کتاب به ما بده. البته جان بزرگواری، من این کتابو ننوشتم. کتاب فیوژن استراتژی تالیف دانشگاه هاروارد هست، ترجمه کردمش و این کتاب یه کتابی هستش که به عنوان سند مرجع داره در اروپا و آمریکا بهش استناد میشه. بسیار کتاب معتبری هستش. در ایران به دلیل اینکه صنایع بتونن ازش استفاده کنن تالیفش کردن. تو این کتاب ما میپردازیم به یک ماتریسی از داده و هوش مصنوعی در کنار هم. هوش مصنوعی کجا کاربرد داره و کجا کاربرد نداره. ما اگه داده های درستی به هوش مصنوعی ندیم، جایی که هوش مصنوعی به ما کمک بکنه ما رو به گرداب خطا میبره و این رو باید ما بتونیم تشخیص بدیم. و تو شرکت های بزرگمون داده های غلط وقتی واردش بشه باز شما رو دچار تصمیم گیری های و میبینیم که الان خیلی این اتفاق میفته. یعنی خیلی از مردم یا حتی خیلی از شرکت ها فکر میکنن که به راحتی میتونن سوالاتی رو از هوش مصنوعی بپرسن و جواب بگیرن، در صورتی که اون دانش پرامپت نویسی خیلی مهمه و ما اگه اینو بلد نباشیم هوش مصنوعی کاملا همونطور که گفتیم ما رو منحرف میکنه. در کنار دانش پرامپت نویسی ما باید داده شفاف هم به هوش مصنوعی بدیم. شما اگه داده غلط به هوش مصنوعی بدی، هوش مصنوعی نمیتونه معجزه کنه و اون داده غلط شما رو تبدیل کنه به یک عامل تصمیم گیر استراتژیک که شما رو بتونه توسعه بده. تو این کتاب ما به این پرداختیم که داده درست چیه، داده غلط چیه و تمام شرکت ها رو تو اون ماتریس دسته‌بندی کردیم و دوستان با خوندن این کتاب میتونن برای شرکتشون تصمیمات بسیار استراتژیک رو اخذ کنن. خیلی ازت ممنونم دکتر محمد امیرفروغی. قربونت برم. ارادت.
خب بریم سراغ کیانا به ما بگو که از قوانین جدید مهاجرت در دنیا چه خبر داری؟ در ادامه خبرهای هفته گذشته اروپا هم یک سری قوانین جدید وضع کرده. این قوانین بیشتر برای پناهنده هاست، یعنی کسایی که قبلا به عنوان پناهندگی وارد شدن، اعلام پناهندگی کردن، روند رسیدگی به این پرونده ها سریع شده به خاطر اینکه بیشتر دارن اینها رو رد میکنن و کسانی که رد میشن دیگه نمیتونن تو کشورهای اتحادیه اروپا بمونن. در واقع هفته گذشته گفتی که قوانین سختگیرانه شده، یعنی راه نمیدن و حالا اون کسایی رو که راه دادن رو دارن اخراج میکنن. کاملا درسته و این قوانین داره سخت میشه. چرا؟ به خاطر اینکه اومدن یه سری کشورهای امن ثالث در واقع انتخاب کردن که تعدادشون کم هم نیست. میگن که اگر پناهجوها از این کشورها رد شده باشن ما برشون میگردونیم به همون کشورها و اونجا باید اعلام پناهندگی بکنن و خب خیلی کار رو سخت میکنه. حالا این بیشتر مسئله ایجاد میکنه برای کسایی که واقعا یک شرایط خاصی دارن و رفتن توی یک سری از کشورها اعلام پناهندگی کردن. حالا پیام چیه اصلا توی این موضوع؟ اینه که اگر حتی کسی میخواد بره و اعلام پناهندگی هم بکنه باید حواسش باشه اصلا از چه کشورهای عبور میکنه و این اعلام پناهندگی رو چطوری اعلام میکنه و چه روندی رو طی میکنه. در واقع این شکلی شده که چون شرایط سخته پس باید خیلی حواس جمع‌تر از قبل پیش برن. آره، توصیه اون هفته تو هم همین بود که با مطالعه خیلی بیشتر این کارو بکنن. مرسی ازت کیانا، متشکرم. همکارمون امیر وکیلیان عزیز مصاحبه خوبی رو انجام داده با دکتر پیمان مولوی که احتمالاً معرف حضورتون هست، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی. این مصاحبه رو تماشا کنید. مقایسه بکنید اقتصاد ایران با ترکیه امروزی رو. چند نکته در مورد اقتصاد ترکیه وجود داره که به نظر من باید دقت بکنیم. در ترکیه اقتصاد اولویت و به نظر من رفاه هم در اولویت، یعنی سیاستایی که داره اعمال میشه همه در این مسیر که اقتصاد بتونه رشد بده. از کجا این حرفو دارم میزنم؟ اندازه اقتصاد ایران در سال 2012 645 میلیارد دلار، اقتصاد ترکیه 700 میلیارد دلار. امروز اقتصاد ایران 390 میلیارد دلار، اقتصاد ترکیه 1300 میلیارد دلار. اصلا خودمون رو با ترکیه مقایسه نکنیم. در ترکیه اقتصاد اولویت. دو، یه جاهایی ممکنه اقتصاد اونجا هم ذی‌نفعانه است دیگه، فرق نمیکنه. رتبه آزادی اقتصادیش تقریبا بین 100 تا 110. اقتصاد اونجا هم تقریبا جزو دهه که سومه. ولی اقتصاد اولویت داره، سعی میکنه مقداری از رقابت رو در اقتصاد داشته باشه در چرخه‌اش. گرچه اگر ترکیه هم به سمت اقتصاد آزاد حرکت بکنه درآمدسرانه و رشد اقتصادی حتما از این بیشتر خواهد بود، ولی اقتصاد ذی‌نفعانه‌اش در ترکیه هم این رو ایجاد، یعنی مشکل براش ایجاد میکنه. من به نظرم به هیچ وجه با ترکیه قابل مقایسه نیستیم. اصلا نیستیم. ترکیه نسبت به اتفاقات و ریسک‌های بین‌المللی حساسه در اقتصادش. یعنی چی؟ یعنی میگه این ریسک ایجاد نشه چون باعث کاهش رشد اقتصادی میشه، اون ریسک ایجاد نشه چون باعث کاهش رشد اقتصادی میشه. و اقتصاد و رشد اقتصادی برای ترکیه به نظر من اولویت شماره یک هست. در مورد خب این تصمیمی که دولت گرفته برای تغییر سیاست ارزیش که به جای مثلا ارز 28500 که به شرکت ها میداد بیاد اون رو به در واقع انتهای زنجیره بده، اینکه این میتونه اثر تورمی داشته باشه یا نه؟ ببینید یه بار برای همیشه اینو توضیح بدیم. قیمت ارز باعث تورم نیست. این تورمه که باعث کاهش ارزش ریاله و کاهش ارزش ریال باعث میشه شما یه چیزی تحت عنوان رشد قیمت دلار رو تجربه بکنید. تا وقتی تورم هست کاهش ارزش ریال ادامه داره. در کوتاه مدت بانک مرکزی با روش‌های مختلف و نمیدونم تخصیص و غیره میخواد اینو کند بکنه، ولی در میان مدت و بلند مدت تورمه که حکم میرانه و کارش رو انجام میده. شما تورم رو کنترل کن، قیمت ارزش ریال میتونه افت کمتری رو تجربه بکنه. نکته اول. نکته دوم، سال هاست در مورد اشتباه بودن سیاست چند نرخی صحبت شده، ولی از اونجایی که اقتصاد ما اقتصادی است با رتبه آزادی اقتصادی 161 از 165 و شدیداً ذی‌نفعانه، شاید این هستیم که زمانی این اقدام داره انجام میشه که خیلی به نظر من دیره. یعنی چی؟ یعنی ارزی وجود نداره تخصیص داد، چون ارزی نیست داره این اتفاق میفته. و سوال بعدی اینه، اصلا کل سیستم بازار رو قبول باید کرد. نمیشه بازی چند تا نرخ داشت، یه نرخ این وسط تعیین کرد. به خاطر همین من میخوام بگم که همه کارهای ما
همون مثال انگلیسی است too little too late، خیلی دیر و خیلی کم. استفاده کردیم مثل همیشه، خیلی عالی بود. حالا انشالله افتخار بدید، حتما استودیو خدمت شما باشیم، باعث افتخاره. خیلی ممنونم از امیر وکیلیان و دکتر پیمان مولوی و امیدوارم که خیلی زود اوضاع ایران به سر و سامانی برسه که همه ما خوشحال باشیم، خوشنود باشیم و مردم بتونن در رفاه و آسایش و آرامش زندگی کنن.